ببینید توی آناتومی ورزش خب یه وقتا یه حرکتایی به یه سری از جایی از بدن فشار وارد میکنه که اون عضله تحریک میشه و این باعث میشه که کلاش یه گوه به منم یه نگاه بکنی یمش داری این پایین رو نگاه میکنی کثافت خاک بر سر حبلت کنن. عربستان خیلی گرمی آب خیار نخوریم بخوریم بریم یه خیار بیاریم. سلام برارم. السلام علیکم. یک کیلو خیار به ما میدی؟ شنو؟ خیار شنو ما فهم این چجوری بگم خیار بدن؟ بفهمون دیگه بگید داداش خیار اینجوری نمیفهم. آدم یک کیلو عزیز راست